تو باید قدم اولو برداری. تو که نمیتونی بشینی بگی هر موقع زندگی این کارو کرد من سیگارو میذارم کنار، هر موقع رابطه خوب ایجاد شد من اون موقع مثلا با خودم مهربونم، هر موقع. بابا ولم کن، تو همش منتظری از بیرون یکی بیاد. کسی نیست، اصلا از بیرون کسی وجود نداره، تویی و خودت. و خبر خوب اینه تو کافی، تو برای زندگی خودت کاملا کافی. تو به هیچ کس احتیاج نداری، به هیچ کس. تو به کسی احتیاج نداری که سیگارتو ترک کنی، تو به کسی احتیاج نداری که صبح زود بیدار شی، تو به کسی احتیاج نداری که ورزش کنی، تو به کسی احتیاج نداری که عشق تجربه کنی، که شعف تجربه کنی، که خوشحال باشی. تو به کسی احتیاج نداری. این یه دروغه و از ما سلب اعتماد شده. یه انسان وایسه بگه من نمیتونم سیگار ترک کنم، روت میشه. وقتی زبونت بیفته نمیتونم میشه زندگیت و داری مثل نمیتونم زندگی میکنی. هر کاری که میکنی کارهایی از جنس خودش، شبیه خودش رو تکثیر میکنه تو زندگیت.